اینجا یکی از منظمترین سرزمین‌های جهانه. جایی که اگه بخوای توش زندگی کنی باید برای هر روز و هر ساعت برنامه ریزی داشته باشی، وگرنه کم میاری. تو این کشور هر جا رو که نگاه کنی فقط یک چیز میبینی: نظم و انضباط مطلق. کشوری که مردمش با نظم و انضباط و سخت‌کوشی به دنیا میان و با اون میمیرن. اینجا ژاپنه، کشوری که 100 سال از بقیه دنیا جلوتره. اصل و نسب مردم این کشور به قرون 4 تا 7 میلادی و حکومتی به نام یاماتو برمیگرده. بعضی از اونها بومی و بعضی از کره و چین به اینجا آمدن. ژاپن در شرقی ترین نقطه جهانه و از غرب با کره شمالی، کره جنوبی و روسیه، در شرق با اقیانوس آرام و در شمال باز هم با روسیه و در جنوب با دریای چین و تایوان مرز آبی داره. ژاپن کشوری محصور در آب و مجمع الجزایریه که 378,000 کیلومتر مربع وسعت داره. اندازه آلمان و تقریباً به اندازه نیمه شمالی ایرانه. حکومت در اینجا به شکل پادشاهی پارلمانی اداره میشه و قدرت در دستان نخست وزیره. اینجا پادشاهی تشریفاتیه و دموکراسی در این کشور جریان داره. احزاب آزاد در این کشور به راحتی میتونن فعالیت کنن. این کشور آمار بالای بلایای طبیعی رو داره، ولی از اونجایی که نظم بالا و مدیریت قوی داره به راحتی این بلایای طبیعی رو کنترل میکنه. بلایایی مثل زلزله و سونامی. این کشور در طول جنگ جهانی دوم 80% صنعتش رو از دست داد. بمب‌های اتم هیروشیما و ناکازاکی رو با خاک یکسان کردند. اما با فرهنگ سخت‌کوشی، تلاش و همینطور هماهنگی بین بخش خصوصی و بخش دولتی، ژاپن دوباره تونست خیلی سریع رشد کنه. جالبه بدونین ژاپنی‌ها تونستن ارزش سالانه صادرات کشورشون رو از 4 میلیارد دلار به 140 میلیارد دلار برسونن که این واقعاً نشون دهنده سخت کوشی اونهاست. مدارس ژاپن یکی از سرآمدترین و بهترین مدارس دنیا هستند. دانش آموزان به حدی مسئولیت پذیرن که خودشون بعد از کلاس مدرسه رو دوباره تمیز میکنن. در ژاپن چیزی به اسم نظافتچی برای مدارس وجود نداره. ارزش اصلی در این مدارس نظم، احترام، همکاری و کار گروهیه. تو ایستگاه‌های مترو ژاپن حتی نظم به اوج خودش میرسه. قطار ژاپن حتی در شهرهایی مثل توکیو با میلیون‌ها مسافر فقط 30 ثانیه اختلاف زمانی داره. یکی از نکات جالبشون اینه که اگر قطار دیرتر از 5 دقیقه بیاد به دانش آموزان و کارمندان گواهی تأخیر میده تا در محل کار و همینطور در مدرسه عذرشون موجه باشه. جالبترین نکته‌ای که در مورد سیستم ریلی ژاپن وجود داره قطارهای پرسرعت اونان. قطار سریع السیر ژاپن که تا 320 کیلومتر بر ساعت سرعت داره از سریع ترین قطارهای جهانه. جالبه بدونید کارمندان ایستگاه قطار تنها در 7 دقیقه کل ایستگاه رو تمیز میکنه که این خودش یک نوع رکورده. حالا بیایم ببینیم وضعیت یک ژاپنی در ژاپن چجوریه. اینجا مردم قبل از هر چیز به همدیگه احترام میذارن
حتی توی سلام کردن. به جای دست دادن با تعظیم نشون میدن که چقدر ادب براشون مهمه. همه چیز با نظم پیش میره. از صف‌های منظم مترو گرفته تا سکوت کامل داخل قطار. کار کردن براشون فقط یه وظیفه نیست، نوعی افتخاره. خیلی ها با دقت و وسواس حتی جزئی ترین کارها رو هم با تمام توان انجام میدن. حالا بیاین یکم از زاویه نزدیکتر به زندگی مردم ژاپن نگاه کنیم. سوشی غذای محبوب مردم ژاپنه که با برنج و ماهی پخته درست میشه و گاهی هم این ماهی رو به شکل خام سرو میکنن. در ژاپن مصرف گوشت ماهی خام یه امر رایجه. به دلیل محصور بودن در آب، ماهی یکی از غذاهای اصلی مردم ژاپنه. میوه در ژاپن یک میان وعده لاکچری به حساب میاد. مردم میوه رو دونه‌ای میخرن. قیمت یک سیب در ژاپن بعضی وقتا به $10 هم میرسه. همینطور لبنیات در ژاپن، مخصوصاً شیر، بیشتر توسط نسل جوان استفاده میشه و قبلاً مردم ژاپن علاقه به مصرف لبنیات نداشتن و خیلی کم اون رو مصرف میکرد. و اما چای در ژاپن بسیار محبوبه. ژاپنی ها 5 نوع چای سنتی دارن که اونها رو در زندگی روزمره می نوشن. اما در ژاپن مراسم ویژه‌ای وجود داره به نام مراسم چای که در اون چای به شکل خاصی در فنجان‌های خاصی سرو میشه. در ژاپن هر جا رو که نگاه کنی یه دستگاه فروش خودکار میبینی که مثل سوپرمارکت‌های ما عمل میکنن، ولی به صورت خودکار. اما چیزی که بیشتر از همه توریست ها رو شوکه میکنه توالت های ژاپنیه. توالت ها در ژاپن خوشکن برقی، تهویه هوا، سیستم پخش موسیقی و کلی امکانات دیگه دارن. دلیل این موضوع اهمیت بالای مردم ژاپن به موضوع بهداشت فردی و نظافت. اگر قصد سفر به ژاپن رو دارید میتونین با گرفتن ویزای گردشگری که 3 ماه اعتبار داره به عنوان توریست از ژاپن بازدید کنید. هزینه سفر به این کشور با 10 شب اقامت چیزی در حدود 1800 تا 2400 دلار خواهد بود. اگر این سفر لاکچری باشه بین 4500 تا 5500 دلار هزینه خواهد داشت. اگر قصد مهاجرت به این کشور رو دارید، مهاجرت از طریق مهاجرت کاری برای انواع شغل‌های فنی و همینطور حوزه کامپیوتر با دعوت کارفرماهای ژاپن امکان پذیره. در ژاپن نوع خاصی از ویزای کاری وجود داره برای مشاغلی که مورد نیاز کشور ژاپن هست. یکی دیگه از راه‌های مهاجرت و اقامت دائم در ژاپن ازدواج با یک خانم یا آقای ژاپنیه. اگه از این ویدیو لذت بردید لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیوهای بعدی بدرود.